برای دیدن مراحل برش شومیزمون حتما پست های قبلمون رو ملاحظه کنید که برش مستقیم روی پارچه بود. حالا به مرحله دوختش رسیدیم. دقت بکن برای سجاف از سرشانه به اندازه 4 تا 5 سانت شما داخل میشی، از سی افت هم به اندازه 5 تا 6 سانت داخل میشه و این قسمت رو به صورت هلال به هم دیگه وصل می‌کنی و رو دلای بسته قرار میدی، هم برای جلو هم برای پشت. دیگه چون دوختاش ساده بود من فیلمشو نگرفتم. فقط برای قسمت پشت شما 1 سانت مونده به قسمت که بخواید دوختش رو انجام بدید دست نگه می‌دارید، یعنی 1 سانت اولو نمی‌دوزید، 1 سانت نهایی رو هم نمی‌دوزید و می‌ذارید بمونه. قسمت جلو رو هم که دوختش رو انجام دادید کاملا این قسمت‌های هلال رو که دوختش رو انجام دادید باید چرت بزنید. اگر دارید با پارچه تدی دوختتو انجام میدید، حالا این درز نه، یک درز دیگه مثلا شما دارید با پارچه تدی انجام میدید، ببینید نگاه بکن این درز مشخص میشه. حالا چیکار کنید که مشخص نشه؟ با ته سوزن تگردتون این قسمت های پرزی که داخل رفته، داخل درز رفته رو کاملا شما میتونید در بیارید از توی برشتون. میبینید؟ حالا پارچه های دیگه هم به همین ترتیب میتونید این کارو انجام بدید. حالا من دوخت سنگین نمیخوام بزنم، کلا میخوام 1 سانت فاصله بدم، قسمت هلال یقم رو یه دوخت رو برم که ایستای بهتری داشته باشه یقم. قسمت پشت رو بهتون گفتم 1 سانت دوختش رو نگه دارید. قسمت جلو رو ببینید به این صورت رو به روی کار قرار بده و کاملا این 1 سانت باز میشه و قسمت پشت سجافش روی قسمت جلو قرار میگیره، مابین، یعنی قسمت جلو در اصل مابین سجاف و بالاتنه پشت قرار گرفته و دوختمون رو انجام میدیم. دیگه بچه‌ها درز پهلو رو فیلم براتون نمیگیرم چون درز ساده است و شما میتونید به راحتی انجام بدید. به این شکل درز هایی که ببینید به این صورت هست شما میتونید پرز ها رو از لای درز در بیارید که حالت مرتب تری داشته باشه دوختتون. تا اینجا ما یقه رو دوختیم، سرشانه رو وصل کردیم، پاکدوزیش هم کردیم، پهلو رو دوختیم، پاکدوزی کردیم، پای لباس رو هم پاکدوزی کردیم، داخلم گذاشتیم، فقط میمونه آستینش. بریم با هم دیگه آستینش رو دوختش رو انجام بدیم. آستینت رو بیار، قسمت وسطش رو مشخص کن. بهتون گفتم لبه مچت اگر که اوکی هست که لبش رو کاملا داخل میذاری و دوختش رو انجام میدی. اما اگر مثل پارچه من که حالت زدگی داشت و من نمیتونستم استفاده کنم ولی بازم یه قسمت‌هایش توی برشم رفت، چون من با 1 متر پارچه این شومیز خوشگل رو در آوردم، دقت بکن با 1 متر پارچه قسمت کمبود آستینت رو از پارچه‌ای که اضافه اومده میتونی در بیاری. ببینید قسمت وسط این قسمت پایین هم شما علامت میزنی. این 2 تا قسمت رو به هم دیگه فیکس کن. ببین الان 2-3 سانت از طرفین در قسمت بالا اضافه هست. هم میتونی این کار بکنی که قیچیش بکنی بره، هم میتونی که این قسمت رو یه خورده جمع‌تر بگیری که اندازه قسمت مچت بشه. پس من میام جمعش میکنم که یک مدلی هم به لباسم داده باشم. اولین کاری که میکنید اینه که این 2 تا قسمت وسط رو به هم دیگه فیکس کنید. برای قسمت بالای آستین که گفتم اضافه اگر داشته باشه نچینید و دور نریزید، شما میتونید اگر راه دستتون نیست اینجا رو 2 تا دوخت انجام بدید، چینکشش کن. من حالا چون میتونم بهتونم میخوام بگم که چجوری این قسمت ها رو به هم برسونم. ببین از ابتدا شروع میکنم، ببین یه مقدار اضافه داره، من باید این قسمت رو برسونم به قسمت پایینی. 1-2 سانت دوخت ساده میرم، بعد شروع میکنم اینجا رو کاملا ببینید به این شکل. ببینید الان پارچه من تدی هست، پرز داره و اگر چینی هم داخلش بیفته یا ناهماهنگ باشه مشخص نمیکنه، ولی اگه پارچه شما ساده هست حتما چینکش کنید، یعنی 2 ردیف بدوزید و بکشید نخش رو که اندازه قسمت پایینی کارتون بشه. خب دیدین که ببینید به چه زیبایی آستین من به این شکل در اومد. سوزنش رو جدا کنم به این شکل.
حالا کاری که میکنید لبه مچت رو اول باید سردوز کنی. این قسمت رو سردوز کن، بعد این قسمت رو بدوز، لبه مچت هم سردوز کن. پاکدوزیاتو که انجام دادی، قسمت مچت و قسمتی که برش خورد، این دوتا قسمت رو روی هم بذار، درز زیر آستین رو روی هم بذار و دوختت رو انجام بده. بعد از اینکه دوخت درز زیر آستین رو انجام دادی، پاکدوزیش رو بکن و کارت رو برگردون. تا اینجا آموزش رو دیدی، خوشحال میشم نظرت رو برای من کامنت کنی و لایک بکنی و حتما ذخیرش بکن، چون خیلی کاربردی هست و کلی نکات ریز درش گنجونده شده. به این صورت قسمت لبه مچت رو تا کن. چرا اول ما دوختش رو انجام دادیم بعد لبه رو گذاشتیم داخل؟ که دوختمون تمیزتر باشه. تصور کنید این قسمت ها رو شما اگه اول دور تا دور میدوختی، بعد قسمت زیر آستین رو میدوختی، این قسمت تصور کنید یکم که مچت مشخص باشه یا آزادتر باشه، دوختت مشخص میشه. پس شما الان دوختت رو داری میپوشونی، پوشش میدی و دوختت رو به راحتی انجام بده. توجه بکنید ببینید به این صورت خیلی دوخت تمیزی رو ما خواهیم داشت. دختر برای این قسمت که حالت سفید داره و رنگ نگرفته، میخوام با رنگ پارچه این قسمت رو براتون آموزشش رو بذارم که چجوری پارچه‌مون اگر همچین مشکلی رو داشت بتونیم مثل خودش درش بیاریم. اگر موافق باشی با رنگ پارچه حتما نظرت رو برای من کامنت کن.